بخش اول کتاب غلبه بر کمرویی. مطمئن، استوار و پرجرأت شوید و اعتماد به نفس پیدا کنید. پل ژاگو، نویسنده و مترجم حسین بنی احمد. مقدمه: هدف از تألیف کتاب حاضر این است که به کمروها نشان دهیم چه باید بکنند تا علل متعدد این نارسایی را از میان بردارند و بتوانند در برابر هر کس و در هر شرایطی صاحب خصوصیاتی شوند که نشانه اعتماد به نفس، خونسردی و خویشتن‌داریشان باشد. کمروها تا کنون به اندازه کافی از تنگناها و ناتوانی هایی که آنها را عذاب می‌دهد رنج کشیدند. بنابراین به نظر من توصیف آن بیهوده است و در اینجا صرفاً به آنچه از لحاظ عملی و کاربردی برای کمروها اهمیت دارد میپردازم. در آغاز به همه میگویم هر قدر کمرو باشید باز هم میتوانید تزلزل ناپذیر و پرجرأت شوید. کمرویی چاره ناپذیر نه وجود دارد و نه میتواند وجود داشته باشد. این عبارت خیال پردازی نیست، بلکه ریشه در تجربه شخصی دارد. من از 12 تا 18 سالگی از بدترین نوع کمرویی رنج بردم. آن کمرویی که از شرایط روان، تنی و تأثیر محیط ناشی می شود. مدت مدیدی کوشیدم تا سرانجام راه‌های غلبه بر آن را پیدا کردم. پس از آنکه آنها را با موفقیت به کار بستم، به مدت 20 سال نیز برای توانبخشی به صدها کمرو از آنها استفاده کردم. تمام کسانی که از روش من پیروی کردند به درجه بالایی از اعتماد به نفس در زندگی روزمره خود دست یافتند. شما نیز اگر با دقت و مراقبت این برنامه توانیابی را به کار بندید حتما موفق خواهید شد. پل کلمان ژاگو. فصل یکم: علتهای کمرویی. چرا شما کمرو هستید در حالی که دیگران نشانه های چشمگیری از اعتماد به نفسشان نشان میدهند؟ پیش از هر چیز مهم آن است که این مشکل را درک کنید و درباره آنچه که موجب کمرویی شما می شود آگاهی دقیق به دست آورید. به این ترتیب در خواهید یافت که می توانید کاملا بر کمرویی غلبه کنید، زیرا هر یک از عوامل به وجود آورنده کمرویی را می توان به تدریج از بین برد. 1. وضع هر فرد کمرو ویژه خود اوست. گفتگو از مرد یا زنی کمرو نارساست. کافی است چند نفر از کسانی را که به کمرویی مشهورند زیر نظر بگیریم تا دریابیم که هر یک از آنها تا چه اندازه با دیگران متفاوت هستند. نه تنها آنها همگی به یک نسبت کمرو نیستند، بلکه شرایطی که موجب پریشانی زیاد در یکی از آنها می شود در دیگران هیچ گونه اثری ندارد یا اثر آن بسیار کم است. آن دیگری در میان آشنایان خود به راحتی حرف می زند و اظهار نظر می کند، اما در برابر غریبه ها آشفته می شود. گاه دیده می شود که کمرویی شدید یا بی‌آزرمی شگفتی آور توأم می شود. همه اینها ناشی از علتهای بسیار گوناگونی است که سبب کمرویی می شود و از آن میان این سه علت غلبه بیشتری دارند. جثه ناموزون یا صورت نزار و نقص در زیبایی و ساختار بدن ممکن است موجب بروز کمرویی شود. در هر یک از این موارد چگونگی بروز کمرویی متفاوت است. برعکس، فردی تنومند و سالم و دلفریب نیز ممکن است خیلی هیجانی و خجالتی باشد. چنین شخصی دچار عکس‌العمل‌های درونی بسیار تند و ناگهانی و مکرر خواهد شد که سبب واماندگی و تشویش وی می شود و سازگاری با اشخاص ناشناس یا شرایط نامأنوس را برای او دشوار می سازد. و آگاهی از این ضعف سبب می شود که گونه‌ای بیم و هراس بازدارنده به طور تقریبا دائمی در او ریشه بگیرد. گذشته از هیجانی بودن، حساسیتی شدید و مفرط میتواند ذهن را دچار آشفتگی و تلاطم بسیار کند و نوعی ترس بیمارگونه از توهمات و ناگواری‌های موهوم در او خلق کند، بی تفاوتی سردی، کراهت، ریشخند و غیره. و به این ترتیب شکل تازه‌ای از کمرویی خودنمایی می‌کند که به ویژه در نزد اندیشمندان فراوان دیده می‌شود. میرسیم به تحسین طلبی افراطی، یعنی مهم بودن اینکه چگونه درباره شخص قضاوت می‌کنند و کافی است که حس خودخواهی نیز به آن اضافه بشود. در این صورت نگرانی شدیدی در شخص به وجود می‌آید که مبادا دست کم گرفته شود و این حالتی است که ناگزیر به گونه‌ای کمرویی می‌انجامد. نتیجه اینکه اگر روحیه آدمی را که مدام در معرض آشفتگی، بیم و هراس است در نظر بگیریم،
درماندگی غم‌انگیز یک فرد کمرو را به خوبی در میابی. فردی که در همه جا خود را آماج خردگیری‌های بی‌امان می‌بیند، برداشت‌های ذهنی دیگران را نسبت به خود داوطلبانه استقبال می‌کند و رفتار و گفتار و نظر کسانی را که با آنها روبرو می‌شود به گونه‌ای رنج آور درباره خود تغییر می‌دهد و تعبیر می‌کند. 2. علت‌های کاملا جسمانی. الف. ضعف مزاج. کودک نحیف معمولاً ترسو می شود. دردمند بودن در سالهای اولیه زندگی موجب شکستگی مزاج، مراقب شدن و زیر سرپرستی بودن می شود، تا زمانی که در برابر ضربه ها، زمین خوردن ها، تغییرات هوا و دردهای جزئی بتواند مبارزه کند. کودک را به وحشت از رنج بدنی و تحرک و تلاش عضلانی مبتلا می سازد. دچار وحشت می شود. کمی بعد هم کلاسانش، خصوصا به سبب آنکه نشانه‌های ضعف و ناتوانی در او می‌بینند، با وی خشونت و بدرفتاری می‌کنند. هرچه بزرگتر می‌شود بیشتر رنج می‌برد، زیرا به سبب ضعف نیروی جسمانی دچار رکود نیروی ذهنی نیز می‌شود و هر کوششی برای او دردناک می‌گردد. از تمام اینها احساس حقارت به او دست می‌دهد و سرزنش‌ها و تنبیه‌های آموزگاران مسئله را تشدید می‌کند. وقتی بارها و بارها به او احمق، تنبل، بیکاره، بزدل و غیره گفته شود، دیگر کار او ساخته است. افزون بر اینها، اگر مربی و سرپرستی خشن تربیت او را بر عهده گیرد، در سالهای بعد روانپزشکان برای زدودن عوامل آسیب رساننده روحی و جسمی که در ضمیر او انباشته شده اند باید کوشش فراوان کنند. تعلیم و تربیت نادرست، آثار بیماری‌های کاملا شفا نیافته یا فشارهای طاقت فرسای دوران تحصیل کافی است تا بسیاری از کودکان را از وضع عادی دور کند. در دوران نوجوانی عامل اختلال انگیز دیگری پا به میدان می‌گذارد. اولین واکنش‌های جنسی که گاه سالها پیش از بلوغ خودنمایی می‌کند، نوجوان را به خودارضایی وامی دارد که نتیجه نامطلوب آن یکی از عوامل به وجود آورنده کمرویی است. لذت‌جویی در انزوا معمولاً آسان‌تر به دست می‌آید تا در گامی نامطمئن و دلخور انگیز به سوی جنس مخالف بی تردید راهنمایی‌های والدین می‌تواند در این باره بسیار سودمند باشد. برای پیشگیری از این وضع بهترین راه این است که میل به کوشش اعم از جسمی و ذهنی، به کنش، به کارایی و به چابکی را در نوجوانان بپرورانیم. مراقبتی هوشیارانه، گفت و شنودی بی پیرایه و بی رو در بایستی و آشناسازی بدون حجب و کراهت که سودمندی بنیانی آن تایید شده و بهتر از حتی دیر صورت بگیرد تا آنکه هرگز انجام نشود. بر عهده تمام پدر و مادرانی است که احساس مسئولیت می‌کنند. ب. ظاهر ناموزون. کسی که چهره‌ای دلپسند و اندامی موزون دارد به ندرت کمروست، زیرا چنین کسی توجه یا بهتر است بگوییم تحسین دیگران را به خود جلب می‌کند. از طرف دیگر ممکن است کسی زشت و بدقواره ولی با جسارت باشد، اما افراد آسیب پذیری هم هستند که حواس خود را بر کمترین ناجوری در قیافه یا التهاب پوستی، نارسایی قامت یا کمی موهای سر متمرکز می‌کنند و احساس سرافکندگی می‌نمایند تا به آنجا که گمان می‌کنند همه مردم این عیب‌ها را می‌بینند و آنها بدون استثناء اسباب تمسخرند. آنها خود را مضحک ناخوشایند یا خود را مضحک ناخوشایند و غیر قابل معاشرت تصور می کنند. بر ماست که این افراد را وادار کنیم بفهمند که هیچ فرد استوار و پرجرأتی هر قدر هم که ظاهرش ناموزون باشد عاری از قدرت جاذبه و نفوذ در دیگران نیست. در مورد جنس لطیف آنها را متوجه می کنیم که گرچه خوشگل بودن به جای خود دلپذیر است، اما جذابیت مسئله دیگر است. دلربایی در واقع موهبت الهی است که ویژگی خود را به شکل ظرافت، برخورد شایسته و سلیقه مناسب آشکار می سازد. ما در این کتاب به جنبه ظاهری افراد می پردازیم و خواهیم دید که چگونه با مواظبت و مهارت می توان ظاهری آراسته پیدا کرد، تناسب اندام را در نظر گرفت و با سلیقه لباس پوشید، با ملایمت حرکت و رفتار کرد و ژست و بیان را با اعتدال و اعتماد همراه ساخت. در کمرویی ناشی از زشت بودن روحیه وظیفه‌ای بسیار سنگین بر عهده دارد. حرفی ریشخند آمیز یا یک شوخی بی موقع ممکن است موضوعی را که مدت‌ها پیش فراموش کرده ایم از نو زنده کند. چنین تلقین منفی و بازدارنده‌ای دلمشغولی مداوم به وجود می آورد. ما برای آزاد ساختن ذهن و تقویت نیروی داوری این دسته از افراد کوشش فراوان به کار خواهیم برد. 3.
هیجان و حساسیت بیش از اندازه. آدم هیجانی کسی است که عکس‌العمل شبکه عصبی او در برابر تحریکات خارجی بسیار شدید یا خیلی طولانی است. رنگ چهره او با کوچکترین رویدادی میپرد یا سرخ میشود و بر اثر کمترین تکان روحی تپش قلبش تند یا کند می شود. خفیفترین فشارها او را در دم دچار لرزش و انقباض عضلانی و خفقان آور می کند، در حالی که فردی استوار فقط در برخورد با موارد به شدت غافلگیر کننده دچار چنین حالتهایی می شود. می بینیم که انبساط خاطر، روانی گفتار و استواری روش و رفتار در نزد افراد هیجانی احتمالاً دستخوش تزلزل می شود. خود او نیز این وضع را درک می کند، اما می گذارد که این احساس حقارت بر او غلبه کند و کمرویی این چنین در او ریشه می دواند همچنین فردی به ظاهر سرخوش و زرنگ و سالم را می بینیم که در گرداب ساده لوحی خود دست و پا میزند. البته بر اثر فراگیری های شغلی گاه خصوصیت های ذاتی وی در برخی موارد احساسی متحول می شود. من در زمان جنگ مردانی را می دیدم که خوی و خصلتشان از نظر روانی در برابر ضربات شدید نبرد مسئولیت پیدا کرده بود، ولی همین اشخاص همچنان از حضور در جمع هراس داشتند. از میان افراد سرشناس این گونه آدم ها در فرانسه می توان تورن، هانری چهارم و مارشال نی را نام برد. مارشال نی که ناپلئون او را شجاعان مینامید و سربازانش او را شیر سرخ نام داده بودند، جرأت ورود به سالن‌های پذیرایی را نداشته. خود ناپلئون بناپارت زمانی که شهر تولون در جنوب فرانسه را محاصره کرده بود، ترجیح میداد در برابر گلوله توپ قرار بگیرد اما در معرض نگاه زنان نباشد. او در برابر زنان به شدت دست و پای خود را گم میکرد. جای بسی خوشبختی است که تمام شکل‌های گوناگون هیجانی بودن ترمیم شدنی اند. حساسیت مفرط که گاه مربوط به هیجانی بودن شدید است، مشخصات کاملا جداگانه‌ای دارد و خود را کمتر در ظاهر نشان می‌دهد. روان فرد بسیار حساس تأثیرات واقعی و ذهنی را با ریزبینی خیلی دقیق درک می‌کند. این تأثیرات چه از طریق ایجاد صوت به گوش او برسد و چه مستقیما بر ضمیر او وارد شود، احساسات وی را بیش از حد تحت تاثیر قرار می‌دهد و رعد پای عمیق خود را بر آنها بر جای می‌گذارد. به این ترتیب در اولین سالهای جوانی عکس‌العمل‌های نامطلوب یا ملال انگیز اطرافیان در آنها هراسی بیش از اندازه به وجود می‌آورد. سپس در مسیر عادی زندگی نیز برخوردی غیر دوستانه یا یک سرزنش ضربه‌های طاقت فرسایی بر آنان وارد می‌کند. اگر آنها طرد شوند، سرخورده گردند و در شرایطی که جستجوی همدلی هستند به حال خود رها شوند، آثار بازدارنده این حالتها میتواند در شخصیت و رفتار آنان منعکس شود. حساسیت زیاد معمولاً با هوشیاری عمیق و فراوان همراه است، البته به شرط اینکه این هوشیاری از محیط مساعد برای ابراز وجود برخوردار باشد و نیز با گونه‌ای از کمرویی که شخص خودش را منزوی می‌کند و دست کشیدن از زندگی عادی را بر مقابله با کشمکش‌های عاطفی ترجیح می‌دهد. پزشکان معالج این گونه حالت‌های روانی نمونه‌های متعددی از این مبتلایان را در میان روشنفکران برجسته مانند ژان ژاک روسو و آمیل ذکر می‌کنند. 1. ژان ژاک روسو، نویسنده و فیلسوف و متفکر نامدار فرانسوی که در قرن 18 میلادی میزیست. 2. و آمیل، نویسنده و متفکر سوئیسی که در قرن 19 میلادی میزیست. می‌دانیم که انسان همیشه می‌تواند یاد بگیرد که چگونه بر احساسات خود غلبه کند بدون آنکه به آنها صدمه‌ای بزند، زیرا که نفس برتر همواره بر احساسات مسلط است و می‌داند که در صورت لزوم چگونه آرامش و دلشادی را حفظ کند یا آنها را از نو در جان ببخشد. 4. وسواس حفظ ظاهر، تحسین طلبی، که تقریباً فراگیر است، حالتی است که شخص را نسبت به نظر دیگران و جلب تحسین آنان دل مشغول نگه می‌دارد. این حالت تا جایی که برای بودن، فرا گرفتن و به عمل درآوردن باشد بسیار خوب است، اما هنگامی که در مورد حفظ ظاهر در برابر دیگران موجب وسواس شود به عوامل و عامل تشویش بدل می‌گردد.
این موضوع البته به جهانبینی و داوری افراد مربوط می شود. زنی که شایستگی بدون چون و چرا دارد و مردی که از ارزش‌های واقعی برخوردار است می‌دانند که افراد روشنبین آنان را به علت صفات پسندیده‌ای که دارند تحسین می‌کنند و نظر آدم‌های معمولی برای آنان چندان اهمیتی ندارد. به همین دلیل آنها هرگز اصرار ندارند که در چشم دیگران مهم جلوه کنند و استعداد و برتری خود را به رخ آنان بکشند. متاسفانه اکثریت کسانی که طرز فکر متوسط دارند، یعنی خود را به اشتباه فاقد خصوصیات ذاتی برای برانگیختن تحسین دیگران می‌دانند، تا آنجا که می‌توانند می‌کوشند تا به نظر بیاید که می‌دانند، می‌توانند و دارای آن چیزی هستند که ندارند، تا به این وسیله توجه و محبت و تحسین دیگران را برانگیزند. داشتن یکی از موجبات کمرویی که قبلا به آن اشاره کردیم، تحسین طلبی را به ترس مفرط از خردگیری تبدیل می کند. فرد کمرو درباره اهمیت و شخصیت خود در نظر همقطارانش مبالغه می کند. همواره تصور می کند هر کجا که می رود مردم متوجه او هستند، او را به دقت می نگرند، می سنجند و به نقاط ضعف او می خندند. در جایی که واقعا کسی توجهی به او ندارد، وی چنین احساس می کند که همه کوچکترین حرکات او را لجوجانه زیر نظر و مراقبت گرفتند. هنگامی که شخص کمرو یقین می کند که به راستی همه نگاه ها متوجه اوست، این نگرانی بی اساس به اوج خود می رسد. در دیدارها، در مراجعه برای انجام دادن کاری، در محل کار خود یا هر جای دیگر، در ملاقات با کسانی که اظهار نظر آنها درباره وی مهم است، وسواس از اینکه مبادا به عزت نفس او بی حرمتی شود سبب می‌گردد که وی اختیار فکر و گفتار و رفتار خود را از دست بدهد و مرتکب کارهای ناهوشیارانه یا خطاهایی شود که سردرگمی او را بیشتر می‌کند. جان کلام، ترس از مضحک به نظر آمدن یا مسخره و سرزنش شدن به گونه خودپسندی کودکانه و نقصان استقلال فردی می انجامد. چرا باید به دید دیگران درباره شخصیتتان بیش از نظر شخصی خود اهمیت بدهید؟ چرا باید شکستی یا پاسخی منفی شما را ناراحت کند و توهینی نابخشودنی به شمار آید؟ بهترین سرداران نیز همیشه در جنگ ها پیروز نبودند، اما اگر شجاعانه نبرد کرده باشند می توانند همچنان به خودشان افتخار کنند. خودپسندی همانند سمی نامحسوس مجاهدت را متزلزل می کند و انرژی را تحلیل می برد. این حالت در کسانی که کمرو هستند کمک می کند تا از تصورهای مشمئز کننده بترسند و همواره این مسئله مانع آفریدن و ابتکار در آنها می شود. در مباحث بعدی خواهیم دید که چگونه می توان به این گرفتاری تحمل ناپذیر پایان داد. 5. تصورهای بازدارنده. نیروی تخیل هر اندازه قوی تر باشد، آثار به جای مانده از کوشش‌های نافرجام و احساسات سرکوب شده و نیز تلقین‌های بازدارنده که در دوران کودکی یا بعد از آن دریافت شده اند پرده‌وام‌تر خواهند بود. به ویژه کسی که زمانی دراز پذیرفته باشد که کمرو و فرودست است و توانایی موفقیت در کار مشخصی را ندارد، همیشه در ضمیر ناخودآگاهش صحنه‌هایی را مجسم می‌کند که پیشاپیش در کاری که بدان دست زده است شکست خورده است. وی خود را محرومیت کشیده می‌بیند و این تلقین سبب می‌شود که گرایش به کمرویی و تردید را در خویش افزایش بدهد. شخص پرجرأت یکی از بهترین عوامل در توانیابی کسی است که در برخورد با دشواری‌ها یکباره سر در گریبان فرو نمیبرد، زیرا اولین عکس‌العمل او همواره در جهت مخالف بروز می‌کند. من هرگز این چنین نخواهم بود. اگر درست باشد که بعضی ها از تصور خطر رنگ می‌بازند، فرد کمروی خیالی غالباً از فکر افرادی که حضورشان وی را ناراحت می‌کند و نیز از فکر رویدادی که احتمالی که برای او دلهره آور است رنگش سرخ می‌شود. در مقایسه با دیگر عوامل کمرویی، تصورات نقش افشا کنندگی دارند. هیجان زدگی و حساسیت را به تکاپو وامی دارند. احساسات دردآلود را به گونه‌ای ناگوار تحریک می‌کنند و از همه مهمتر غرور را پیشاپیش جریحه‌دار می‌سازند. در برخی موارد یورش تخیلات ترساور فعالیت نفس برتر را آنچنان مختل می‌کند که فرد کمرو به معنای واقعی عنان عقل خود را از دست می‌دهد.
حالتی ثانوی مثل خواب آلودگی است که شخص را بی اختیار در خود میگیرد. او دیگر نمیداند چه میشنود، چه میگوید و چه میکند. این حالت در نزد پاره‌ای نه تنها در زمان بلوغ یا دوره تطبیق یافتن با واقعیت‌های زندگی، بلکه در تمام دوران عمر در فاصله‌های کوتاه یا بلند تکرار می‌شود. امیدوارم خواننده‌ای که دچار چنین عارضه‌ای است گمان نکند که چاره‌ای برای آن وجود ندارد. کمرویی چاره ناپذیر نه وجود دارد نه وجود خواهد داشت و نه میتواند وجود داشته باشد. خصوصا نقش تخیلات همواره میتواند معکوس شود و کافی است که با آنها خردمندانه برخورد کنیم. بنابراین برخلاف مشهور که تجربه عکس آن را ثابت کرده است، در کشمکش میان تخیل و اراده همیشه غلبه با اراده است. میشنویم که میگویند هیچ کس مثل آدمی که ترسش ریخته است شجاعت ندارد. در حقیقت هیچ کس در اعتماد به نفس بر کمرویی یا کمرویی سابق که دچار افراط در تخیل بوده است برتری ندارد، زیرا چنین شخصی پس از آنکه شروع به داوری واقع بینانه درباره امور کرد، هراسی که از گذشته خیش دارد سبب می شود که برای نشان دادن جرأت و جسارت خود در برابر تلقین‌های برانگیزنده و مبارزه جویانه مشتاق باشد و به کلی از این رو به آن رو شود. بدین سان او استوار و تزلزل ناپذیر و خردمند می شود و بر کسی که از روی لجاج خطرهای سهمگین و مهلک را دست کم می گیرد برتری می یابد. در پدیده کاملا شناخته شده موسوم به دلهره هنرمندان معمولا حساسیت آنان است که با تحریک حس تحسین طلبی این نگرانی را به وجود می آورد که مبادا کمتر از آن جلوه کنند که دلشان می خواهد باشند. این نگرانی بر نیروی خیال پردازی آنان اثر می کند و در ذهن خیش خود را با آنچه از آن هراس دارند روبرو می بینند. توهین تماشاگران و دست انداختن نقادان و اضطراب‌هایی از این قبیل. اگر هیجان پذیری آنان شدید باشد دچار تنگی نفس می شود، تپش قلبشان بالا می رود و تعادل فکری آنان مختل می شود. تقریبا تمام هنرپیشه ها، آوازخوانان، سخنرانان و وکلای دادگستری این دلهره را دارند. بسیاری از آنان موفق شدند بر آن غلبه کنند، توانستند چنان بر خود مسلط شوند که بتوانند به اجرای نقش، خواندن یا سخنرانی بپردازند و وانمود کنند که در درون آنان چیزی نمیگذرد ولی بدون پیروی از روشی مشخص. بعضی از آنها در تمام عمر از این حالت رنج میبرند. کافی است که هر یک از عوامل این پدیده را جداگانه مطالعه و بررسی کنند تا از شر آنها خلاص شوند و در خود آن استواری را پیریزی کنند که پرهیاهو ترین محفل ها نیز در آنها کمترین تزلزلی ایجاد نکنند، که پرهیاهو ترین محفل ها نیز در آنها کمترین تزلزلی ایجاد نکنند. تجزیه و تحلیل دقیق هر یک از عوامل این اضطراب امکان می‌دهد که عامل اصلی و مسلط شناسایی شود و میزان شدت هر یک از عامل‌های دیگر نیز مشخص گردد. پس از این مرحله اساسی مبارزه با یکایک عامل‌ها به ترتیب از شدیدترین تا خفیفترین آنها آغاز می‌شود. تنها ضرر این روش آن است که گاه موجب بروز نوعی بی‌تفاوتی می‌شود، بدین گونه که شخص مورد نظر ممکن است آسیب‌های این عوامل را دست کم بگیرد. 6. نگذاری بی ارادگی حکم فرما شود. میگویند که کمرویی در آغاز نوجوانی را میتوان عادی دانست، زیرا به تدریج و در برخورد و کشمکش با دشواری ها اراده قوی می شود و سبب میگردد که آشفتگی دوران جوانی جای خود را به اعتماد به نفسی بدهد که غالب افراد از آن برخوردارند. در واقع زن یا مرد استوار و با اراده تزلزل های دوران نوجوانی را معمولا در حدود 20 سالگی به سرعت کنار میگذارند. اما در هر 1000 نفر از این افراد استوار و با اراده چند نفر هستند که به درستی میدانند چه راهی را انتخاب خواهند کرد. زندگی حرفه‌ای، اجتماعی یا شخصی و فعالیت جسمی یا فکری که هدف مشخصی دارد با انضباط درونی هدفدار میتواند تمام عوامل کمرویی را سرکوب کند. باید توجه داشت که به طور کلی تلاش‌های هر کس در چارچوب ویژه‌ای که غرایز طبیعی و تمایلات سلطه طلب بر او تحمیل می‌کند صورت می‌پذیرد. به گفته یکی از متفکران، آدمیزاد تصمیم نمیگیرد بلکه تصمیم‌ها بر او تحمیل می‌شود. نتیجه این وضع ضعیف شدن نفس برتر آدمی است که به ضمیر ناخودآگاه و اعمال غیر ارادی میدان می‌دهد تا در اداره امور زندگی شخص نقش غالب و مستبدانه‌ای بر عهده گیرد و بر اثر این خمودگی استعدادهای ذاتی و راهنمود کننده است که کمرویی ریشه میگیرد و رشد میکند. آگاه نبودن بر این علتها و راههای مبارزه با آنها و نیز رخوت ذهنی که دیگر نه تصمیم و نه تمایلی به تسلط بر خود دارد
عوارضی به وجود می آورد که من در مراجعانم مشاهده کردم. شخص کمرویی که برای به حرکت واداشتن این تصمیم و تمایل کوشش کند میتواند مطمئن باشد که خیلی زود موفق خواهد شد. نکته اساسی چنین است: اشتیاق و آزمندی برای تسلط کامل بر خود، نه فقط ظاهری و نمایان بلکه عمیق و درونی و انعطاف ناپذیر. اکنون میکوشیم تا به الغای این آزمندی بپردازیم. نمونداری از دو گونه نفس یا ذهن یا روحیه، نفس برتر یا اعلی، ضمیر آگاه، تفکر خردمندانه، بینش واقع گرایانه، کندوکاو درونی، معیارهای منطقی، تعقل و اجتهاد، توجه ارادی، اراده استوار، عملهای سنجیده، نفس فروتر، ضمیر ناخودآگاه، تفکر خودجوش، عمل بدون اراده، تخیل، تمایلات، تأثیر پذیری، هیجان پذیری، حساسیت، خاطرات. فصل دوم، برنامه واکنش سا. در وجود شما به حدی نیروهای برتر نهفته است که میتواند به شما توانایی تلاش‌ها و تحولاتی را بدهد تا به آن وسیله بر یکایک عوامل به وجود آورنده یک کمرویی غلبه کنید. برنامه‌ای که در این باره برای شما در نظر گرفته شده به جنبه‌های گوناگون شخصیت شما مربوط می‌شود. 1. مزیت آزمندی واقعی. کتاب‌ها، راهنماها و روش‌های علمی برای کسانی که مایلند شخصیت خود را بهبود ببخشند و نیز خوانندگان علاقمند برای کوشش در بکار بستن این آگاهی‌ها فراوانند، اما در اغلب موارد شوق آغاز کردن شعله می‌کشد و سپس همانند آتشی که بر مشتی کاه گرفته باشد فرو می‌نشیند. جهش اولیه به سستی می‌گراید، کاهلی مسلط می‌شود و طبیعت فطری که موقتاً دچار رخوت شده بود به سرعت باز می‌گردد تا آنجا که به کمرویی مربوط می شود، چون هرگز دیده نشده است که این ناهنجاری مدت زیادی در برابر عمل فعالانه و مداوم پایداری کند. 2 عامل در درجه اول اهمیت قرار دارد. 1. وحشت داشتن از دشواری‌ها، بن‌بست‌ها و پیامدهای آن. 2. آزمندی و شوق فراوان برای دستیابی به امتیازاتی که اعتماد به نفس به همراه دارد. این 2 آگاهی و آمادگی درونی را کمروها معمولاً خیلی به کندی درک می‌کنند و به همین سبب گاه واکنش آنان تا مدتی به تأخیر می افتد. میل یا طلب که نشانه های اولیه ترجیح دادنند، هیچ گونه همسانی با آزمندی یا آزمندی ژرف و پرشور ندارند که اشتیاقی است که به تنهایی نیروی لازم و مداوم برای اقدام در به دست آوردن یا موفق شدن را تدارک می بیند. معمولا کلمه آزمندی را به معنی نامناسب آن میشنویم. میگوییم آدم آزمند پول، آزمند شهرت، آزمند قدرت. این کلمه در عین حال گوشه‌ای از خصوصیات فردی را نشان میدهد و نیز نشان دهنده ولع، لذت جویی یا خودخواهی فراوان است و فرد آزمند برای رسیدن به هر گونه هدفی با اشتیاق و حرارت تلاش می‌کند. برای مثال، محققی که روزانه 15 ساعت کتاب‌ها و نقشه‌ها را مطالعه و بررسی می‌کند، آزمند شناختن و کشف کردن است. آهنگسازی که در درک الهام غرق شده است و زمان و مکان را به فراموشی سپرده است، آزمند آفریدن اثری هنری است. پول برای مدیر عالی رتبه یا عالی رتبه سازمانی که از مدتها پیش اقبال بر او لبخند زده، مثل دیگران اهمیت ندارد. به این سبب خود را درگیر تلاشی طاقت فرسا می کند و آزمند کسب قدرت اقتصادی می شود. هیچ کس کاری را بدون آزمندی انجام نمی دهد. حتی کسی که به ریاضت میپردازد، آزمندی او در رسیدن به آمال عرفانی است. اما اگر آزمندی انسان دوستانه و در خدمت بهتر زیستن نباشد، زندگی شبیه به دوران غارنشینی بشر خواهد بود. کسی که آزمند نباشد بی اراده و افسرده می شود. هیچ کس در هیچ سازمانی دوام نمی آورد مگر آنکه هدفهایش جذاب و در تب و تاب واقعی برای رسیدن به آنها باشد. به عبارت دیگر، باید سرشار از چیزی باشد که من آن را آزمندی می نامم. 2. زمان پایداری و ثبات قدم. بی تردید مقصود ما از دستیابی به اعتماد به نفس را درک کرده اید. برای رفع موجبات کمرویی و جایگزینی اعتماد به نفس در وجود خود باید مصمم به اقدام باشید. عزم راسخ و همه جانبه و پایدار، صرفاً با اجتناب از افتادن به دام علتها و عارضه‌های کمرویی همراه با آزمندی ژرف برای رسیدن به مزایای حاصل از اعتماد به نفس به دست می آید. به هر حال، هر بار که ناگزیر می شوید برای دستیابی به منش گرانبهای تزلزل ناپذیری چیزی را بر خود تحمیل یا از چیزی احتراز کنید، تردید به خود راه ندهید و از کوشش غالباً خسته کننده‌ای که به نظرتان بی اهمیت جلوه می کند اجتناب ننمایید. گوشهایتان در برابر تلقینهای نامناسب ناشنوا خواهد بود. ذهن شما در برابر اغواهای خمودگی سرکش خواهد بود و نیروی شما برای مقابله با موانع متمرکز خواهد شد.
تنها اندیشه همیشه حاضر، زنده و تزلزل ناپذیر میتواند بر تمام ملاحظه های دیگر فائق آید. آنچه را که تصمیم گرفتم به انجام خواهم رساند تا به نتیجه هایی برسم که برای خودم در نظر گرفتم. اگر آنچه را که تا کنون گفته ایم با دقت خوانده باشید، حتما اینک احساس می کنید که برای اولین حمله آماده اید. پیش از ادامه کار قلم و کاغذ بردارید و تمام آنچه تا این زمان شما را وادار به تأمل کمرویی کرده است مو به مو روی کاغذ بنویسید. بعد تمام ناراحتی ها، دشواری ها، ملالت هایی را که این نارسایی ممکن است در آتیه برای شما ایجاد کند بررسی و یادداشت کنید. به این ترتیب می توانید با دشمن خود روبرو شوید و همواره موارد را بررسی کنید. کینه ورزی خود را نسبت به کمرویی و این فکر که شما همچنان دستخوش چنین حالت زیان بخشی هستید تشدید و تمام نیرویتان را علیه آن تجهیز کنید. ذهن خود را بر پایه اصول روانکاوی از این اندیشه که کمرویی همزاد یا همجنس شماست رها سازید. سیاهی که بدین ترتیب با هوشیاری و با صداقت کامل فراهم کرده اید به شما آرامش خواهد بخشید. امتحان کنید. البته این بدان معنی نیست که شما بلافاصله پردل و جرأت خواهید شد، اما احساس خواهید کرد که بندها باز شدند، چون دیگر دشمن برای شما ناشناخته نیست و او را به خوبی میشناسید. این برنامه کاری 10 دقیقه‌ای نیست، باید ساعتها و جلسه های زیادی صرف آن شود. اگر اولین پژوهش و بررسیتان کاملا واضح نیست، آن را ملموس کنید. سیاهی خود را رونویسی و نواقص را رفع کنید و روش‌ها و درمان‌های بیشتری در آن بگنجانید و مطمئن شوید که هیچ چیز را جا نینداخته اید. مراقب یادداشت خود باشید و در هفته 2 یا 3 بار و هر بار دست کم 1 ساعت بدون اینکه خسته شوید آن را بخوانید و نواقصش را رفع کنید. در ذهنتان آنچه را که نوشته اید مرور کنید و فعالانه علیه این واقعیت که گرفتار موانع، پایبندها و عذابها بوده اید طغیان کنید. حالت فوق حتی لحظه‌ای هم نباید در شما پایدار بماند. احساس تنفری که به این ترتیب در خود جمع می‌کنید قطب منفی نیرویی است که آزمندی برای کسب اعتماد به نفس قطب مثبت آن را تشکیل می‌دهد. بیزاری خود را از تمام اشتباه‌ها و تردیدهای گذشته و کوتاهی‌هایی که ناشی از کمرویی شما بوده است به خوبی درک کنید. کراهتی که نسبت به این خطاها در شما به وجود می‌آید سبب می‌شود که تمایل شدیدی برای غلبه بر آنها در وجودتان ریشه بگیرد. از سوی دیگر حتی المقدور سیاهی دقیق و روشن از همه مزایای اعتماد به نفس تا آنجا که می‌توانید تهیه کنید و همانند سیاهی پیشین برای تحریک آزمندی خود نسبت به آنها وارد عمل شوید. سپس توانایی‌هایی را که برای موفقیت در این کار ضروری و نیازمند تکمیل و تقویت‌اند بررسی کنید. مثلا برای رفع لاغری یا نامتناسب بودن بدن باید برنامه ورزشی و بهداشتی و احتمالاً جراحی زیبایی را در نظر بگیرید. همچنین برای رفع اضطرابی که به علت نقص اندام ایجاد می‌شود باید نفوذ شخصی خود را تقویت کنید. همچنین باید برای متعادل ساختن تأثیرپذیری و حساسیت مفرط کوشش کنید و در برابر شک و تردید و تزلزل روحی اراده راسخ و اعتماد به نفس داشته باشید. 3. توانایی مزاجی. با موضوع توانایی مزاجی آغاز می‌کنیم. در فصل بعدی به مراتبی که برای رسیدن به آن باید انجام شود اشاره خواهیم. در اینجا می‌پردازیم به ایجاد آزمندی زیربنایی که بدون آن نیروی محرکه‌ای برای رویارویی با خودکامگی عادتهای ناتوان کننده نخواهیم داشت. توانایی مزاجی حالتی است که در آن تمام اعمال جسمانی با یکدیگر هماهنگی دارند، زیرا هیچ مشکلی در کار تنفسی، سوخت و ساز درونی، گردش خون و مانند اینها وجود ندارد و بنابراین انرژی عصبی به صورت منظم و گسترده تامین می شود. در چنین شرایطی شخص در حالت آرامش درونی به سر میبرد و این حالت برای اتکا به خود، انبساط خاطر و بروز شایستگی در کار، بیان و تلاش بدنی بسیار مساعد است، زیرا عکس العمل‌های شبکه عصبی در برابر تحریک‌های خارجی متعادل است. توانایی‌ها پا به میدان می‌گذارند و استعدادها به آسانی رشد می‌کنند، زیرا تمرکز ذهنی و وظایف روزمره با بیماری‌ها و افسردگی مختل نمی‌شود. چون گردش خون منظم است، تحریکات عصبی موجب افزایش تپش قلب و رنگ پریدگی و سرخ شدن‌های هیجانی نمی‌شود. خلاصه آنچه به محض برقراری توازن اعمال بدنی، برخی از عوامل درونی و عوامل روانی کمرویی از بین می رود. با یاری گرفتن از این موارد در ذهن خود عزم بهره‌گیری از تمام برتری‌های نظم کامل جسمی را تصور کنید و در نتیجه به همان گونه عمل کنید که برای رسیدن به این هدف ضروری است. 4.
نفوذ شخصی، آزمندی برای تصویری دلپسند از خود، همان چیزی است که باید در برابر بازدارندگی‌های ناشی از حساسیت زیاد درباره نقص‌های جسمی اندام کنند. بی تردید برخی از عیب‌های ظاهری پوشیده نیست، مانند گوش پشتی یا لنگیدن. بسیاری دیگر حالت نامناسب بدن که مربوط به ورزش نکردن است، ناراحتی‌های پوستی و غیره و غیره و غیره. با استفاده از امکانات پزشکی، ترمیم زیبایی و ورزش درمانی به آسانی اصلاح شدنی‌اند. همچنین برخی بی‌تناسبی‌های جسمی را می‌توان با دوخت لباس و انتخاب پارچه مناسب رفع کرد. غالباً نقصی کوچک که فرد کمرو ذهن خود را به آن متمرکز می‌کند یا حتی نارسایی کاملاً موهوم کافی است که به آشفتگی او بیفزاید. اکنون می‌پردازیم به مذلت‌های واقعی، تخیلی یا حقیقی. اینها هرچه باشد به شما میگویم که نمیتواند مستقیما یا الزاما در ایجاد کمرویی مؤثر باشد، چرا که میتوانید همه روزه افراد نحیف یا معمولی را ببینید که از خود اعتماد به نفس تمام و کمال نشان میدهند. اهمیت هر چیز دقیقا همان است که شما برای آن در نظر میگیرید. بنابراین به در خود فرو رفتن‌های ناتوان کننده که نیروی دماغی را به هدر میدهند اهمیت ندهید. از این نیرو برای غلبه کردن بر آثاری که ناهماهنگی‌های ظاهری در شما باقی می‌گذارد بهره بگیرید. به مجرد اینکه آنها نادیده گرفته شوند اهمیت خود را از دست می‌دهند، زیرا با اثر گذاشتن بر روحیه شماست که آنها می‌توانند امکان نفوذ در دیگران را از شما سلب کنند. در یک کفه ترازو عامل کاملا نسبی، خود کوچک بینی و در کفه دیگر امکاناتی که برای جلب نظر دیگران در اختیارتان است قرار می‌دهید. سخنی فرهیخته و پرمایه، نگاهی آرام و مصمم، رفتاری بی تکلف، ظاهری آراسته، منشی بی شیل پیله، صبوری و به ویژه اراده‌ای استوار برای نفوذ در دیگران. چشمگیرترین نارسایی‌های زیبایی نیز در کنار این امکانات رنگ می‌بازند. اراده تأثیر گذاشتن بر دیگران همراه با شخصیتی مستحکم، راسخ و مسلط سبب می‌شود که حتی ظاهری بسیار مفلوک بتواند در همه جا و بر روی همه کس تأثیر فوق‌العاده و مثبت بر جای بگذارد. زیبایی تحسین برانگیز و زشتی کراهت آور فکری کهنه و عامیانه است. در عالم واقع گردش کارها به گونه‌ای کاملا دیگر است. برای نشان دادن اراده سعی کنید که سر و وضعتان را مرتب سازید و به این ترتیب آزمندی برای نفوذ کردن را مجددانه پرورش دهید. عمل به آنچه درباره توانایی مزاجی خواهید خواند به شما ظاهری متناسب می‌دهد که برای دلپسند بودن عاملی اساسی است. کوشش هایی که برای تسلط بر خودتان به کار خواهید بست. در بخش‌های بعدی این کتاب به آن خواهیم پرداخت. در عین حال که روحیه شما را قوی می‌کند، صورت ظاهر شما را نیز شاداب می‌سازد. سرانجام اگر افرادی را که با آنها روبرو می‌شوید نمونه تجربی به شمار آیند و به شمار آورید که به شما این امکان را می‌دهد که حالت‌های روانی خود را بهبود ببخشید، خیلی زود تشویش و دلهره کمرویی را که از ناهنجاری‌های آن به خوبی آگاهید در سیاهه خاطرات گذشته خود قرار خواهید داد. 5. خونسردی و تزلزل ناپذیری. شما احساساتی و حساس هستید یا فقط یکی از آنها؟ برای غلبه بر این دو عامل در هم ریختگی درونی ابتدا بکوشید تا یک آزمند تزلزل ناپذیر باشید. تحسین شجاعت و تکریم دلاوری اگر به فرد بسیار ترسوی القا شود استعدادهای والایی در او به وجود می آورد، چنان که به هنگام روبرو شدن با خطر ضمیر وی را علیه طبیعت او تجهیز می کند و می کوشد تا اعمالش را با آنچه ضمیر او حکم می کند و حکم می دهد هماهنگ سازد. بنابراین افراد حساس و احساساتی که در آرزوی تزلزل ناپذیری راستینند این چنین میتوانند ناخودآگاهانه گام بزرگی به جلو بردارند. این نوع آزمندی را با جدیت تقویت کنید. الگوهای مهم خونسردی، تأثیر ناپذیری و روشنبینی را که میخواهید همانند آنها بشوید همواره در پرده تخیل یا در برابر دیدگانتان داشته باشید، زیرا در غیر این صورت در برابر موانع تحمل ناپذیر تسلیم محض خواهید بود. مزایای تزلزل ناپذیری را در نظر مجسم کنید. تصمیم بگیرید به هیچ کس و هیچ چیز اجازه ندهید که بیش از حد عادی و ضروری در شما تأثیر کند. مصمم باشید که با وجود همه کس و همه چیز آرامش خود را حفظ کنید. از راه مطالعه یا مشاهده در پی شناسایی افرادی باشید که بر اعصاب و حساسیت‌های خود تسلط کامل دارند. ذهن خود را با تمام قوا مشتاقانه از این نمونه‌ها انباشته کنید. نمونه‌های مخالف را نیز
در حالی که آنها را نفی می‌کنید بررسی کنید. به خودتان بگویید و تکرار کنید که می‌خواهید تمام کانون‌های استقلال فردی شما در اختیار خودتان باشد و آنها را هر آنچه که پیش آید تابع بیچون و چرای اندیشه مختار خویش خواهید کرد. این کار را بکنید و مطمئن باشید که کمرویی شما خیلی زود مقاومت خود را در برابر توانایی‌های ذهنیتان از دست خواهد داد. 6. تکیه بر خویش. اینکه نگاه کنید یا اینکه نگاه یک یا چند نفر شما را ناراحت کند یا فقط تصور کنید که زیر نظر قرار گرفته اید نشان دهنده ترس از دیده شدن است، نه بدان گونه‌ای که می‌خواستید، یا دیده نشدن است بدان گونه‌ای که می‌خواستید. این تحسین طلبی و این نگرانی از مورد ارزیابی قرار گرفتن در تحلیل نهایی از حس خودپسندی سرچشمه میگیرد. اگر این حس را که نه تنها فایده ای از آن به دست نمی آید بلکه غالباً شخص را به کارهایی وامی دارد که زیان مادی و معنوی فراوان دارد از خود دور کنید. تأثیرات نامطلوب ناشی از آن را نیز که نسبت به آنها حساسیت پیدا کرده اید به طور بنیادی از سر خود باز خواهید کرد. برای این کار آزمندی احساس مخالف آن را در خود بپرورانید. اتکا به خود، مزایای این حالت را در نظر مجسم کنید. آنها به حدی مهمند که اگر در کسی اندیشه اتکا به خود بر خودپسندی غالب باشد، همین کافی است تا موجب شود که او احساس برتری بسیاری کند. فکر و عقیده و گفتار او، استفاده او از وقت و هر گونه تصمیم گیری او از قید و بند آرزوی تحسین دیگران رهایی خواهد یافت. وی هرگز برای جلب نظر دیگران یا جلب نظر مساعد دیگران خود را فرسوده نخواهد کرد و با تخصیص تمام نیروی خود برای تحقق ارادهش فقط در این اندیشه خواهد بود تا نقشه هایی را که در کمال آزادی طرح کرده است عملی کند. یگانه راهنمود او در کارهایش این است که رفتارش قابل سرزنش نباشد و نقشه هایش را منظم اجرا کند. نظر دیگران هرچه باشد برای او فرق نمی کند. تنها چیزی که مهم است ارزیابی او درباره خودش است. ضمناً این موضوع به این معنی غیر اجتماعی بودن نیست. برعکس، آزاد ساختن خود از نفوذ دیگران باید در راه دستیابی به تعادل در رفتار، گذشت، خوشرفتاری و مصلحت اندیشی به کار رود و این تأثیر ناپذیری که پوزخند، تمسخر و خردگیری و به طور کلی انواع هجوم‌ها با برخورد به آن متلاشی می‌شوند باید حفظ شود. تکیه بر خود همچنین به معنی تحقیر خودپسندانه‌ای نیست که احتمالاً از برتر بودن یا مجرب بودن ناشی شود، بلکه بیشتر نشانه شایستگی درک این نظرها و کوشش در بهره گیری پس از اطمینان از درستی آنهاست، نه اینکه تنها برای خوش آمد کسانی باشد که این نظرها را ابراز می‌کنند. در این حال شما این امکان را دارید که در پذیرفتن یا رد کردن نظراتی که به شما ارائه می‌شود آزادی خود را حفظ کنید. در قبول یا امتناع صاحب اختیار خود باشید و همواره نظر شخصی خود را حفظ کنید. در یک کلام حتی ذره‌ای هم زیر نفوذ دیگران نباشید. این گونه آزمندی برای متکی به خود بودن خیلی زود شخص کمرو را در برابر تمام عوارضی که آزارش میدادند آسیب ناپذیر میسازد و اگر هنگامی که تصمیم به انجام دادن کاری گرفته اید و گرفته است کسی به او بگوید خنده آور به نظر خواهی آمد، بدون تأمل پاسخ خواهد داد تا زمانی که به نظر خودم خنده آور نیستم گفته دیگران برایم چندان اهمیتی ندارد. این کار کشتگی یک شبه شکل نخواهد گرفت، بلکه به دنبال کوشش هایی که برخی از آنها مشقت آور است بروز می کنند. پس از آنکه آزمندی به وجود آمد، شخص با جدیت به کار خواهد پرداخت و هر مشکلی که پیش آید تحمل خواهد کرد. از به پا خواستن علیه سرشت خود به شوق خواهد آمد، شوقی که ابتدا 4 نعل می تازد ولی در برابر حملات پی در پی باز پس می رود. 7. اولویت داوری صادقانه. نقشی که برای تخیل در نظر گرفته می شود این است که زیر فرمان نیروی داوری با تصورهایی که در حافظه ثبت شده‌اند به گونه‌ای همنوایی کند که از این کار پنداش‌ها و فرضیه‌های تازه‌ای به وجود آید. به محض اینکه تخیل از فرمان نیروی داوری خارج شود به بیراهه می رود و با کمک هیجان پذیری، حساسیت یا خودپسندی چشم داشت‌های ناکام مانده فرد کمرو را به خود یا به رخ او
میکشد و برداشت‌های واقعی وی را تعبیر مبالغه آمیز می‌نماید و به این ترتیب بر تشویش مداوم او می‌افزاید. ما بر پایه روش کلی خود به آرایش مخالف روی می‌آوریم، واقع بینی موشکافانه نیروی داوری. خود را نمونه‌ای کامل بپنداریم برای اینکه غرایز و تصورات و احساس‌ها و عاطفه‌ها و آرمان‌هایمان را مجددانه به زیر فرمان معیاری معقول و وجدانی واقع نگر درآوریم. به این گونه خطاهای خود را هرچی که باشد به کمترین اندازه و به همان نسبت شکست‌ها و ناکامی‌هایمان را نیز به حداقل خواهیم رساند. برای رسیدن به این هدف روش انضباطی هست که ما بعداً به آن خواهیم پرداخت، اما برای آماده شدن جهت اجرای آن ابتدا باید اشتیاق به ژرف بینی، نتیجه گری یا نتیجه گیری و منطقی بودن را در خود بپرورانیم. در هر چیزی به دنبال علت و معلول و فرجام بگردیم و بکوشیم تا در پشت هر ظاهری حقیقت اصلی را ببینیم. در بسیاری اوقات شخص کمرو تصور می کند که در نگاهی نافذ به نوعی بدخواهی نهفته است، چه بسا که او قیافه خندان را حالتی تمسخر آمیز می پندارد یا حرفی را توهین آمیز تلقی می کند، به جای اینکه کوشش کند آنچه را که در پیش روی دارد به درستی ببیند و هر چه را که می شنود به راستی تعبیر کند. تخیلاتش او را به پنداری پوچ می کشاند. درباره خیال بافی های هذیانگونه‌ای که برای کمرو پیش می آید می توان کتابی نوشته. بنابراین تصمیم بگیرید در انقیاد نیرویی نمانید که به جای آنکه از آن بهره های گرانبها بگیرید به توهم ها و پندارهای آن گردن نهاده اید. سعی کنید به خود مسلط باشید و برداشت هایتان را معقولانه سازید تا در همه حال روشن بینی و آرامش خویش را حفظ کنید. 8. مهم دست به کار شدن است. همان گونه که تا کنون توجه کرده ای، روش ما این است که هر یک از عوامل کمرویی را با عامل متقابل آن جایگزین سازیم. دیدیم که حتی پیش از آن که برای ایجاد حالتهای ضروری در خود دست به کار شویم، لازم است که آزمندی را به خودمان تلقین کنیم، زیرا احساس نیروی محرکی است که برای عمل وجود آمده است. به کار بستن آنچه تا کنون خوانده اید به خمودی غالب بر نفس برتر و نیز به نبود توانایی شخص کمرو در تسلط بر احساسات خود در حضور دیگران پایان خواهد داد. در واقع این کارها به منزله برداشتن اولین گام و استوار کردن نخستین پایه‌های آموختن و آزادانه تصمیم گرفتن است. از جمله سودمندی‌های روش مشخصی که در بند 2 روش تهیه سیاه تجویز شده و تنها چیزی که لازم دارد اراده استوار است، آن است که آزاد اندیشی نفس برتر یا اراده خردمندانه را تضمین می‌کند. مهم این است که شخص کمرو در تجزیه و تحلیل نهایی به خوبی دریابد که از بی‌نظمی فرمان‌های غیر ارادی ضمیر پنهان خود رنج می‌کشد. او نمی‌خواهد خود را دچار تشویش کند، اما برخلاف میل او ذهنش آشفته و در هم ریخته می شود. او نمی‌خواهد رنگ چهرهش تغییر کند، اما برخلاف میل او رنگش ارغوانی می شود. او می‌خواهد به خود جرأت بدهد تا نظر خود را آزادانه بیان کند، اما برخلاف میل او همین که با مخاطب خود روبرو می شود زبانش بند می آید. این خود انگیختگی هایی که برخلاف میل شما به این گونه نمایان می شود، برخلاف اراده شما که باید بر آنها مسلط باشید، همچون اسبی وحشی است که در برابر سوارکاری بسیار کم تجربه سرکشی می کند. شما باید همانند این سوارکار مبارزه کنید تا بر آن اسب مسلط شوید و تمام عرض اندامهای ضمیر ناخودآگاه خویش را زیر فرمان درآورید. پس آزمندی برای تسلط بر خویشتن را در خود بپرورانید. علیه بیدادگری غرایز، هوا و هوس‌ها، تصورات، هیجان‌ها و عادت‌ها و غیره قیام کنید. از بیفکری و خرفتی و پریشان خیالی بپرهیزید. کسی که به انگیزه‌های روانی خویش مسلط باشد در هر شرایطی از آرامشی درونی برخوردار است. برعکس، کسی که از موهبت‌های طبیعی، اقبال و ثروت برخوردار باشد اما از تسلط بر خود بهره‌ای نبرده باشد، کافی است که چند انگیزه و هوس او ناکام بماند تا از آن پس خود را در بند افتاده یا نگونبخت ببیند. برنامه واکنشی که جزئیات آن را هم اکنون ارائه کردیم در نظر عده‌ای بی تناسب به نظر خواهد آمد. برای اینکه آنها دچار سردرگمی نشوند، باید ابتدا تمام توجه خود را روی یکی از هدفهای مورد نظر متمرکز کنید، بعد روی دومی و به همین ترتیب پیش بروند. جزئی ترین پیشرفت کافی است تا راه را برای افتادن در مسیری که معین کرده ایم بگشاید و استعدادهای برجسته را به تحرک وادارد. همواره باید به یاد داشته باشیم که اگر همین پیشرفت جزئی اولیه را هرچه زودتر به دست آوریم، پس از آن رسیدن به مقصد بسیار سریع خواهد بود. پایان بخش اول کتاب غلبه بر کمرویی، نویسنده پل ژاگو.